سلام بچه‌ها، هستم. خیلی خوش اومدید به یک شورت ویدیو دیگه. داخل این شورت ویدیو بچه‌ها قراره بریم با هم یه دونه تریکو بهتون آموزش بدم که ساکورا و هیپ هاپ بگیرید، که اکثر یوتیوبرام قبلا بهتون آموزش دادم. فقط این صرفا واسه اینه که کسایی که تازه گیمو نصب کردن و اینا یا بلد نیستن از این تریک استفاده کنن و یادش بگیرن. اول لازم که یه کاستوم بزنیم. ما کاستومو زدیم، روی قسمت هوم یا خونه میزنیم، روی رنگ لیدر بورد. حالا بتل رویال یا کلش اسکو فرق نداره، هر کسی که تو لیدر بورد باشه. مثلا من میرم روی بیجی هیدره بعد میگم کاستوم خودم اینجا رو پروفایل خودم که بیام، اون هر ستیشه زده باشه واسه من میاد با رنگی که قبلا خودم گرفتم. یا اگه نگرفتید مال یه گانه، مثلا من این گرفتم مثلا گان با اسم خودتون و گیل خودتون و اینا، فقط اون هر چیزی که اینجا خودش گذاشته باشه اون میاد. امیدوارم که این براتون مفید، این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفا سابسکرایب کنید تا یه شورت ویدیو دیگه. بدرود.